سلام و هزاران مهر و درود خدمت شمای عزیزی که بیننده این کانال هستی. سیمین تاروت هستم در خدمت همه شما عزیزان و امیدوارم که تایم زمانی رو که در کنار همدیگه هستیم یک انرژی مثبتی رو بتونیم به شکل متقابل از همدیگه دریافت بکنیم. مرسی از بابت همه لطف ها و محبت هایی که دارید، کامنت میذارید، لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، حمایت میکنید من رو. من قدردان این لطف شما هستم و امیدوارم که لیاقت این همه مهر رو از جانب شما عزیزان داشته باشم. من دوستتون دارم و در هر بره زمانی که برام مقدور باشه در خدمت شما عزیزان هستم و اگر یه وقتایی جست و گریخته در میون هستم بدونید که اون شرایطی رو که باید برای ویدیو گرفتن داشته باشم رو ندارم. به لطف خدا شرایط بهتر میشه و بیشتر میتونم در خدمت شما عزیزان باشم. میریم سراغ انرژی خانیمون. مسائل احساسی که این روزا انگار دامنگیر همه شده و یه جورایی هر کسی به نحوی گرفتار یک مسئله احساسی و عشقیه و حالا توی این گستردگی موضوعات احساسی یه روابط احساسی هستن که یکی از طرفین ارتباط خودش رو خیلی متعهد نسبت به اون مسئله احساسی و پارتنرش، حالا یا همسرش یا شخصی که احساس داره خرجش میکنه، شخصی که پابندش کرده. میبینیم که یک نفر با اینکه داره زجر میکشه تو اون ارتباط، با اینکه حال دلش خوب نیست ولی خیلی متعهده. بریم ببینیم تاروت و در کنارش کارت های خوب اوراکل به ما چی میگن در این مورد. عزیزان تمرکز داشته باشید روی این موضوع. کسایی که در این مقوله احساسی مشکل دارن تمرکز بکنن. سعی کنید در این لحظه اون لایک انرژی رو به من بدید که من بتونم انرژی رو از سمت شمای مهربون و عزیز دریافت بکنم و بتونم از این ور با این کارت ها و با پیغامی که از سمت کائنات بیاد یک ارتباطی رو بگیرم انشاءالله. میریم سراغ چینش کارت هامون. در کنارش از کارت های اوراکل هم کمک میگیریم. این کارت رو هم عنوان. خب شروع میکنیم به تفسیر کارت هامون. با توجه به کارت شاهدی که شروع میکنیم داستان این مسئله رو و این مشکل احساسی رو باهاش، ما در سری کارت های اوراکلی کارتی داریم به نام کنترل شرایط و این به این معنا هست که شمایی که در یک رابطه احساسی هستید و ممکنه حالا متأهل باشید هر دو، یا اینکه منظورم از متأهل همسر بودن و زن و شوهر بودن هستش، در یک لاینی از احساس هستید. به هر صورت میگه در هر شرایطی از این رابطه احساسی هستی و در هر موقعیتی هستی و هر لقبی رو بشه به این رابطه احساسی شما داد و اسم خاصی اگر روی اون هست مهم نیست. مهم اینه که شما بتونید شرایطی رو که در اون هستید رو کنترل بکنید. ما اول باید ذهنت رو آب و جارو بکنی و جمع و جور بکنی تا بتونی به مسائل دیگت رسیدگی داشته باشی. با توجه به کارت شاهدی که داشتیم و داشت میگفت که یک از همگسیختگی فکری و روحی و جسمی رو توی مسئله احساسی داری، یک کارت هست به نام شور و اشتیاق، یعنی اینکه شما دو نفر که
در حال حاضر شما یه عزیز متمرکز هستی روی شخص احساسیت، میگه یک اشتیاقی، یک شوری برای هر دوی شما در این کشمکش های فکریتون هست، چیزی که شما رو به همدیگه وصل میکنه و میتونه یک پل ارتباطی باشه بین شما و شخص مقابلتون. میتونه مسئله‌ای به اسم یک کشش باشه. این کشش ممکنه کشش رفتاری شما باشه که شخص مورد نظر رو داره بهتون نزدیک میکنه، یا اگر شخصی که مد نظر شما هست گهگداری گاه و بیگاهی سرکی به این ارتباط میکشه، یه وقتایی بعد از یک تایم کم رنگ بودن یهویی معلوم میشه و پیدا میشه. میتونه دلیلش این باشه که شما دارید جوری رفتار میکنید و به طرف مقابلت میفهمونی با هر رفتاری که من هستم و من به تو تعلق دارم و این شاید در مسیر ارتباطیمون یک وظیفه‌ای باشه که به گردن توه و شما باید از من غافل نشی. چه این مسئله و این کشش از بابت مسائل زناشویی و نمیدونم مسائل جنسی بین دو نفری که احساس به همدیگه دارند، هماغوشی هایی که ممکنه داشته باشن، حالا به هر طریقی و در هر ارتباطی که هستن، این شور و اشتیاق رو در طرف مقابل شما به وجود میاره که سمتتون بیاد، که هر از گاهی سراغی از شما بگیره، که دلتنگ لحظه‌ای بشه که در کنار شما آرامش داره. این یکی از این دلایلی هست که طرف مقابل رو به خودتون دارید جذب میکنین. یک دینی رو نسبت به طرف مقابلت احساس میکنی و نسبت به انتخابت که نمیتونی خطایی و یا خدایی نکرده یک پنهانکاری رو در مورد موضوع مد نظرت داشته باشی و متعهدی به طرف مقابلت. میگی من متعلق به این شخص هستم، من هنوز در گروه تعهدات این شخص هستم. یکی از اون مسائل این کششیه که بین شما دو نفر وجود داره. نوع کشش رو هم خدمتتون عرض کردم که این کشش میتونه یک کشش جنسی باشه، میتونه کشش رفتاری باشه، کشش صوتی شما باشه، تصویر شما باشه، راه رفتن شما باشه، نمیدونم نشست و برخاست شما، نوع تکلمتون، هر چیزی ممکنه باعث بشه این شخص سمت شما یک گرایشی رو داشته باشه و این گرایشی که اون شخص سمت شما داره شما رو متعهدتر به این ارتباط میکنه. کارت بعدی ما کارت بلا تکلیفی هستش. کارت 7 جام رو داریم و در کنارش اون کارت اعتماد رو داریم. میگه شما در مقابل شخص احساسیتون یه مقداری بلا تکلیفی و سردرگمی و نمیدونی واقعا راه و چاه چیه، باید چی کار بکنی. یه وقتایی توی یک دوراهی هایی گیر میکنی که نه راه رفتن داری نه راه موندن داری، یک بی‌اعتمادی رو نسبت به شخص مقابلت داری. کارت اعتماد هستش از کارت های اوراکل و دیگری کارت 7 جام هستش که از یک بلا تکلیفی داره صحبت میکنه و از یک بی‌اعتمادی که نسبت به شخص مقابلت داری و رفتارهای شخص مقابلت باعث شده که نسبت بهش بی‌اعتماد بشی، ولی همچنان پابند اون تعهدی هستی که نسبت بهش داری. کارت بعدی ما مجددا در یکی از شخصیت ها رو داره نشون میده، شخصیت های تاروت، که طرف احساسی شما با اینکه نمیدونی باید باش چی کار بکنی، با اینکه نمیدونی کجای ارتباطی، با اینکه نمیدونی که اولویت طرف مقابلت نسبت به شما چی هستش، ولی این رو ازش گرفتی که دوستت داره، این رو ازش دریافت کردی که با نوع رفتاری که پیش شما داره، با اون تایم زمانی که در کنار همدیگه هستید، از بابت ابراز عشق شاید در زبان و در تکلم کردن ناتوان باشه، ولی باز من اینجا یک کارتی رو دارم به نام کارت کشش و حتی میتونه به همون مستقیما کشش هماغوشی اشاره بکنه. میگه طرف احساسی شما با شما بودن رو دوست داره، طرف احساسی شما رو دوست داره. ایشون شخصی هستن که احساسی هستن که این باور رو به شما دادن که دوستتون داره، ولی دلیل این بی‌اعتمادی ها چی میتونه باشه؟ دلیل این تعهدی که شما نسبت بهش داری و پابندی، ولی از اون ور یک بی‌اعتمادی رو نسبت بهش داری چیه؟ همه اینها میتونه موضوعاتی باشه که باید بهشون پرداخته بشه. اون شخص مقابل شما روی
داشته شما از بابت مسئله مالی یا از بابت نوع داشتت، اون استقلالی که داری در هر موردی که هست. ممکنه یک شخصی باشی که بسیار مستقل باشی، ممکنه شخصی باشی که وضعیت مالی خوبی داری، ممکنه کسی باشی که بتونی گلیم خودتو خیلی خوب از آب بکشی، تحت هر شرایطی بتونی امورات زندگیت رو بگذرونی، فرقی هم نداره. گفتم ممکنه خانم ماجرا باشه، ممکنه آقای این داستان باشه. اون جربوزه کاری رو داشتن، اون استقلال مالی رو داشتن، اون که روی پاهای خودت وایساده، این که تعلقی به کسی نداری از این بابت، این که چشم داشتی رو از این بابت از کسی نداری، یا این هم یکی از دلایلیه که طرف مقابلتون سمتتون میاد و شما به هر حال دستتون بازه برای این مسئله، خرج میکنید، ساپورتش میکنید. اگر دست کمکی سمتتون دراز بکنه اون دست رو رد نمیکنید و به هر حال آنچه رو که داری، اون چیزی که برای شما هست رو از روی اون احساسی که نسبت به طرف مقابلت داری دو دستی تقدیم میکنی و حالا مقابل اون نیازی رو که داری خرج طرف مقابلت میکنی. علاوه بر نیاز عاطفیت، یک نیاز و یک مقوله دیگری هم از شما داره تقدیم طرف مقابلتون میشه. ایشون هم اون کشش رو باز از این بابت سمت شما دارن، ولی باز شما متعهد تری توی ارتباط. چرا بلا تکلیفی توی این رابطه؟ چرا کفه ترازوی شما سنگین تره؟ ما گفتیم طرف مقابل شما رو دوست داره، طرف مقابل شما برای اومدن سمت شما یا برای دیداری رو با شما داشتن یا ملاقاتی رو داشتن یا به هر طریقی شما رو دیدن و رابطه برقرار کردن دلتنگ میشه، ولی این دلتنگی مداوم نیست. این آمدن و رفتن ها، این با شما بودن ها، این نیاز به شما داشتنه به شکل همیشگی نیست و چیزی گاهی در درون این شخص بیدار میشه یا یک تلنگری رو به طرف مقابل شما میزنه که میاد و شما حالا یا اون رو میبینید یا ارتباط میگیرید به هر گونه ای هست در رابطه احساسی، ولی نه به اون شکلی که شما ازش انتظار داری و اینکه ازش گله‌مندی و اینکه میگی نیست و چرا نیستی و جواب قانع کننده ای رو برای این چرا نداری، یا اگر جوابی رو هم به شما میده این باور رو در شما به وجود میاره پس این همه مسائل زندگیش براش مهمه به جز من و من رو در رده آخر قرار داده و برای موندن و رفتن هم به خودم واگذار کرده که میخوای بمون میخوای نمون و اگر نمیخوام باشم و اگر تصمیم میگیرم که نباشم قد علم میکنی که نه نمیتونی بری. یعنی نمیدونی واقعا روی چه مسئله شما باید حساب بکنی، روی اینکه یه گاهی بهت میگه خب من همینم، میخوای بری برو، میخوای بمونی بمون، یه وقتایی تصمیم میگیری بری میگه نه حق نداری بری، شما مگر میتونی بری همینجوری. و این دست و پا زدن میان یک سری ناامیدی ها، میان یک سری ناتوانی ها در مورد تصمیم گیری هاتون و اینکه توان تصمیم گرفتن رو نداری و همچنان متعهدی به یک وهم، در واقع به یک خیال، به یک خیالی که شیرینه، به یک رؤیایی که شیرینه، چرا که طرف احساسیت رو دوست داری، تعهد بهش داری. این تعهد ممکنه یک تعهد رسمی و قانونی باشه، ممکنه یک تعهد قلبی باشه، ولی هرچی که هست خودت رو در قید و بند اون تعهد میدونی و نمیتونی رهایی از این مسئله داشته باشی. کارت بعدی ما کارتی است که ممکنه پیشنهادات مالی رو به طرف احساسیت بدی برای نگه داشتنش. ممکنه اون چرا که داری خرجش بکنی، ممکنه از سرمایه مالی خودت در اختیارش بذاری و شما تقریبا شخصی هستی که این کارت اقتصاد هست، کسی که شم اقتصادی خوبی داره، کسی که در مورد مسائل مالی و در مورد سرمایه گذاری ها به طرف مقابلش داره کمک میکنه. شما کسی هستی که در مورد مسائل مالیت و در مورد سرمایه گذاری هایی که باید میتونی خودت داشته باشی ولی اینها رو تو دستی در اختیار طرف مقابلت قرار دادی و ایشون هم همونجور که گفتم روی مسئله مالی شما داره حساب میکنه. شما یک چیزی رو، یک سرمایه بزرگی رو در خدمت طرف احساسیت بودی
و این سرمایه به جز سرمایه عاطفی و تعهد قلبیه که بهش داری. یک چیزی رو که مال خودته و داشته خودت هست رو در اختیار طرف مقابلت گذاشتی. حالا یا مسئله مالی و سرمایه گذاری هست، یا اون سرمایه‌ای که شما از هر نظری اون رو سرمایه خودت میدونی، زمین، ملک، نمیدونم ماشینه، یک چیزی که مال شماست رو در اختیار طرف مقابلت گذاشتی و وقتی که بهش فکر میکنی که میگی که من چجوری برم، من علاوه بر اون احساسی که خرج طرف مقابلم کردم، علاوه بر اون تعهدی که هر دو با هم دیگه داشتیم، حالا من متعهدتر هستم به این ارتباط، در کنارش من هست و نیست رو هم در اختیار این شخص گذاشتم و اگر بخوام ول کنم برم، خیانتی که در حق خودم کردم. و این پابند بودنه باعث شده که شما نتونی تصمیم درستری بگیری. این که زیاده از خودت تو این داستان مایه گذاشتی، حالا احساست و اون مسئله عقلیت به کنار، ولی از سرمایه وجودی خودت، از اون چیزی که مال شماست، از اون چیزی که متعلق به شماست به طرف احساسیت دادی و این هم یک شاخصه‌ایه که شما رو پاگیر کرده که بمونی، که رها نکنی، که نری، که من زحمت کشیدم، من خرج کردم، من بودم، من سختی ها رو کشیدم، من یه پایه ستون زندگی این شخص بودم، چجوری بذارم و برم. و متاسفانه همیشه برای اون چیزی که حق توه و نیازته از طرف این شخص، گفتم گاهن هست یک کششی رو سمت شما داره، ولی چیزی که بخواد همیشگی باشه و شما همیشه از طرف مقابلت این حسن استفاده رو ببری نیست. هر وقت بخوای ببینیش، بخوای بیرون بری باهاش، بخوای خریدی بری، بخوای نمیدونم خلوتی رو با طرف احساسیت داشته باشی و چون مال توه دوست داری که در دسترست باشه و اون به دلیل یک موانعی که توی زندگیش داره در خدمت شما نیست. ممکنه متأهل باشه، ممکنه تعهد به خانواده‌اش داشته باشه، ممکن 2 تا رابطه رو مدیریت بکنه، ممکن از بابت نوع کارش همیشه کارش جوری باشه که زمانی که شما بهش نیاز داری به هر طریقی در خدمت شما نیست و در کنار شما نیست و این مسئله برای شما نگران کننده است و این مسئله چیزیه که واقعا نمیدونی باید باش چی کار بکنی. مشکلات از اینجا ریشه یابی میشن که شما بیشتر از اون چی که باید بودی، بیشتر از اون چی که باید خرج کنی خرج کردی و بیشتر از اون چی که باید زمان به طرف مقابلت دادی و یک فرجه هایی رو بهش دادی و یک شرایطی رو براش مهیا کردی که همیشه کفه ترازوی شما سنگین تره به خاطر مسئولیتی که تو این رابطه نسبت به طرف مقابلت داری، به خاطر تعهدی که نسبت بهش داری، به خاطر اون خرج و مخارجی که علاوه بر مسئله احساسی به نوع دیگری در اختیار طرف مقابلت گذاشتی و شما خودت رو با تمام این تفاسیر خودت رو نیازمند به این شخص میدونی و این شخص چون میدونه شما هستی و چون میدونه با اینکه بهتون گفته همینه، میخوای باشی باش، میخوای بری برو و میدونه شما نمیری چون بدهی داره به شما، چون شما طلب داری ازش و میدونه که شما نمیری، حالا نرفتنت به چه دلیل؟ یک، خیلی دوستش داری و متعهدی بهش و اینقدر اصیلی میگی نه من تعهد دارم به این چجوری برم و از اینکه یک طلبی داری ازش به جز اون مسئله احساسی شما طلب داری، طلبی که میتونی دریافتش بکنی ولی باز دستت به جایی نمیرسه. اون طلب هم گفتم ممکنه سرمایت باشه، پولت باشه، زمینت باشه، ماشینت باشه، ملکت باشه، یک چیزی رو علاوه بر مسئله احساسیت در دست این شخص داری، حالا یا به نام زده است یا نمیدونم یک سند مستندی هست، به هر حال چیزی که میتونی ازش طلب بکنی ولی باز هم از اون ور میدونی که اون شخص اگر بخواد طلب رو به شما بده خودش دیگه چیزی نداره. یعنی اگر الان طرف احساسی شما در هر مرحله از این ارتباط قرار گرفته، شما ساختیش، شما تو شکستاش، تو ورشکستگیهاش، تو مشکلاتش، تو
کم آوردن شما بودی که زیر بال و پر این شخص رو گرفتی، اصلا شما ساختیش و الان این ساختن شما به چشم نمیاد و برای موندن و رفتنت اعتراضی به رفتنت نداره همون لحظه، ولی میخوام برم اعتراض میکنه و میگه که نباید باشه. یه وقتایی هم حتی شاید اجازه رفتن رو بهت بده، بگه که من برای تو فایده ای ندارم، برو به خودت و به زندگیت برسه. وقتی که بهش میگی من متعهدم به تو چه جوری داری حساب میکنی، تو به چه شکلی داری به این قضیه نگاه میکنی که میتونی به من بگی برو، جوابی برای این مسئله نداره. حالا میگم که یا به هر حال تعهدی بینتون هست، هر تعهدی رو به هر نحوی که به طرف احساسی داری شما سفت و سخت روش حساب کردی، طرف شما نمیدونسته شما اینقدر سفت میگیری این مسئله رو و اگر دست شما رو باز دیده برای کمک کردن، فکر نمی کردی یک روزی بخوای خواهان گرفتن این طلبت باشی. گفته دوستم داره خرجم میکنه، ولی خب اینکه دوستش داری و داری خرجش میکنی این نمیتونه دلیل باشه. خلاصه تو این گیرودار این مسئله احساسی و عاشقی یک گرفتاری، یک ترس، یک کابوس، یک وحشتی که از موقعیت فعلیت و از آیندت داری و این مسئله و این مسائلی که بین شما و طرف احساسیت هست، کسی که تمرکز کردی روش، باعث شده یک وحشت، یک کابوس، یک گرفتاری، یک ترس از مسائل فعلی و ترس از آینده، ترس از یک سری اشخاص باعث شده که شما خیلی زندگی آرام و خواب و استراحت راحتی رو نداشته باشی. شاید یک خواب آرام رو شما هم نداری، دلیل اینکه گناهت این بوده که دوستش داری و اینکه یک مایه‌ای رو از خودت گذاشتی و این مسئله کارت بعدی میگه یک انتظاری رو در شما به وجود آورده، یک وابستگی و یک چشم انتظاری و یک انتظاری رو نسبت از شخص مقابلت داری که همچنان در سر دو راهی های انتظار، وابستگی، بلا تکلیفی موندی و نمیدونی که باید کدوم طرف بری، نمیتونی بری نمیتونی بمونی. چیزی رو در چنته داری که موندی و مطمئن هستی از بابت اون طرف احساسی شما سمتتون میاد، بالاخره دیداری رو باهاش داری، گفتاری رو باهاش داری، گفتمانی رو باهاش داری، ولی خیلی کم این اتفاق کم میفته. اگر توی این ارتباط موندی فقط دلیلش اینه که یک وابستگی رو نسبت به طرف مقابلت داری و از اون ور یک کنار وابستگیه یک سرمایه گذاری رو با این شخص داشتی که نمیتونی واقعا بری. بعضی وقتا میگه حتی اگر طلبم رو هم بده باز با دلم باید چه کنم. شما در بست خودتون رو در اختیار این شخص از نظر فکری، از نظر جسمی، از نظر روحی و از نظر مالی، از نظر کاری، از هر چیزی که میتونه پیشرفت شما رو نشون بده در اختیار این شخص گذاشتی، ولی این شخص انگار یادش رفته کجای این ارتباطه و یادش رفته شما رو اولویت خودش بدونه و وقتی که اعتراض میکنی چرا نیستی، از مسائل شخصیش میگه، از تعهدی که ممکن نسبت به خانواده‌اش داشته باشه، نسبت به پدرش، مادرش، حتی زنش، فرزندش، یک تعهدی رو داره که خیلی اون رو جدی گرفته، ولی تمام دارایی و هست و نیست شما در اختیارش، اون رو یک وظیفه ای از روی این میدونه. خب دوستم داشت داد، یا اگر به پای من مونده دوستم داره، درسته بله دوستتون داره که به پای شما مونده، دوستتون داره که سرمایه های مالی و کاریش رو هم در اختیار شما گذاشته. ولی شما میخواید چه کار بکنید در مورد این مسئله و در مورد این بدهی که داری؟ در حال حاضر رابطه شما در انگار در لبه یک پرتگاهی قرار داره که شما اگر بخواید این مسیر رو ادامه بدید بسیار پرخطر که تهش معلوم نیست و اگر یه خورده بخواید این ور و اون ور بشید احتمال سقوطتون هست. آنچه را که برای شماست و اون چیزی که شما توی این رابطه احساسی سرمایه گذاریش کردی و توشه این ارتباط شماست رو چنان این توشه رو همراهتون هست
و روی دوش خودتون دارید حمل میکنید بدون اینکه ته مقصد مشخص باشه و بدون اینکه بفهمی ته این ماجرا قراره به کجا برسه. آیا شما رو به عنوان شخصی که مسئول باشه میپذیره، قبول میکنه که باید شما در کنارش باشید، یا میخواید به همین شکل ادامه بدید و در حال حاضر موضوع به این صورت شما همچنان یک خانه به دوشی رو از بابت شخص مقابلت داری، حالا احساسش رو خانه به دوشی یا هر آنچه هر زندگیت رو به پای این شخص گذاشتی بلا تکلیف. و کارت اوراکل داره به شما میگه که برای حل این مشکل و این بلا تکلیفی و این سر به هوایی و این معلق بودن زندگیت از نظر روند زندگیت، از نظر موضوعات احساسی و قلبیت، باید این بلا تکلیفیت رو دوراهی های زندگی یک جور خارج بشی و راه درست رو بدونی کدام هست رو انتخاب بکنی و یک ابتکار عملی رو داشته باشی برای اینکه بتونی طرف رو بیشتر از اون چه که هست جذب خودت بکنی. شما باید راه رو پیدا بکنی. این بلا تکلیفی فقط داره شما رو بلا تکلیفتر و ناتوانتر در مقابل موضوعات زندگیت میکنی. شاید خیلی از فرصت‌های زندگیت رو داری از دست میدی، نمیتونی اون قرار و آرامش رو نداری که بگی بله اینجا مأوای منه، اینجا زندگی منه. با طرف احساسی این مسئله تعهدی که من و طرف احساسی با هم داشتیم و حاصل اون تعهد شده این. نمیتونی این رو قبول بکنی، نمیتونی قبول میکنی بری و این رو از زندگیت حذف بکنی و این بزرگترین بلا تکلیفیه که یک نفر میتونه توی زندگیش داشته باشه. نه گذشتهش معلومه، نه حالش معلومه، نمیتونه به آینده امیدوار باشه. گذشته‌ای که گذشته، حالی که داره به این شکل میگذره و آینده‌ای که نمیدونه باید باش چی کار بکنه. این خیلی سخته و این بلا تکلیفی خیلی سنگینه. کارت بعدی که اینجا هست یکی از کارت‌های اوراکل هستش که میگه شما سزاوار این هستی که دوست داشته بشی. داره به شما این پیغام رو میده. کارت های اوراکل و کارت فرشتگان میگه در کنار تمام این گرفتاری هایی که داری و در کنار این نامعلومی های زندگیت و در نقطه کور واقعا یک رابطه احساسی وایسادن که هیچی مشخص نیست و معلوم نیست ته این ارتباط قراره به کجا برسه، شما باید این رو متوجه بشی که از این دو راهی ها، ببینید این کارت دو سکه هست که یک دو راهی هایی رو مشخص میکنه یا مدیریت دو چیز رو در یک زمان مشخص میکنه. میتونه مدیریت کار باشه، میتونه مدیریت مسائل احساسی باشه، میتونه مدیریت دو خانواده باشه. میگه شما در این حالت هستی و طرف احساسی شما واقعا داره دو تا رابطه یا دو نوع کار یا دو زندگی رو داره مدیریت میکنه و این حق شما نیست که اینطوری پا در هوا بمونی و قرار و اون استقرار محکم رو نداشته باشی و روی یک ستون که خودت هستی فقط وایساده باشی. ستون بغل، پای بغل رو اگر شما نگاه بکنید در کنار شما هست، ولی برای محکم وایسادن شما، برای اینکه پشت و پناهی برای شما باشه نیست و شما همچنان داری این شخص تحمل میکنی و در صورتی که از نظر قوایی که باید برای تحمل کردن این تعهدی که نسبت به طرف مقابلت داری باید اون قوای لازم رو داشته باشی، ولی ایشون فقط هست. ولی از نظر بودن شما روی پای خودت وایسادی و پای دیگه‌ای به شما کمک نمیکنه که بخواد ستون این ارتباط قوی و محکم باشه. و کارت اوراکل داره به شما میگه شما سزاوار این هستید که دوست داشته بشید. این حق شما نیست. این پا در هوا بودن، این احساس تزلزل داشتن، این ضعیف بودن، ایشون فکر میکنن که شما خیلی قوی هستی، شما از پس هر چیزی برمیای، شما اون توانایی لازم رو دارید و این رو در شما دیده که از پس مشکلاتتون برمید. ظاهر قضیه اینه، ولی شما برای استقرار و استقلال و
محکم بودن نیاز به یک ستون دیگری دارید که باید در کنارتون باشه، ولی نیست. شما بسیار قابل احترامی، شما بسیار ارزشمندی و حق شما نیست که اینقدر دچار دو دل بودن، سر دو راهی گیر کردن، بلا تکلیف بودن، تعادل در زندگی نداشتن و در فکر و خیال نداشتن و افسار گسیخته‌ای باشید توی این زندگی و توی این رابطه احساسی که نمیدونی این اسب رم کرده و افسار گسیخته زندگیت رو چجوری باید مهارش بکنی. همچنان داری از خودت، از نیروت و از قدرتت مایه میذاری که دووم بیاری و وایسادی و متعهدی و چقدر اصیلی. شرایط سختی. کارت 8 سکه رو داریم. برای تغییر این شرایط، برای برداشته شدن این موانع، برای برداشته شدن سنگینی و طلسمی که شما رو پاگیر کرده توی این زندگی و نمیذاره این طلسم، این مانع، این سدی که جلوی راه زندگی شما هست نمیذاره قدم بعدی رو برداری. برای از بین بردن این شرایط که شرایط بسیار سختی هستش، شما باید خیلی قوی تر از اینی باشی که هستی. اگر بخوای اون حق و حقوق خودت رو از این حس دوست داشتنی که نسبت به طرف مقابلت داری بگیری، باید خیلی قوی باشی و زمان بر هست و مشکل سازه و مشکل داری و مانع سر راهت هست که اگر بخوای اونا رو یکی پس از دیگری برداری، واقعا به یک کسی که همشانه شما با شما حرکت بکنه داری که ظاهرا هست ولی نیست. کسی که باید تو سختی ها کنار شما باشه. داری شخص رو ولی نیست. هستش، میگی خب من فلانی رو دارم، اون باید نسبت به من متعهد باشه. این نظر شماست، ولی در سخت ترین مسائل زندگی کنارتون نبوده، نیست، پیداش نیست. و توی سخت ترین مسائل زندگی شما بودی. شما جزء یکی از ستونهای محکم پایه های زندگیش بودی و پایه گذاری کردی براش و سخت سازی کردی این مشکلات زندگیش رو و اساسی براش و خیلی اساسی و خیلی عمیق کمک حالش بودی، در صورتی که در سخت ترین شرایط زندگی عشق حقیقی که فکر میکنیم خیلی واقعیه و خیلی دوستش داری و اصولی دوستش داری باید کنارت باشه، ولی نبوده. به این مسائل باید توجه بکنی. فقط این که من متعهدم به این که یک قولی رو به طرف دادم، تعهد ممکنه به شکل رسمی باشه، ممکنه روی کاغذ آورده شده باشه، ممکنه به شکل تعهد هر دو طرف یک قراری رو با هم دیگه گذاشته باشید، یک تعهدی رو به هم داده باشید. حتی شما روی اون تعهدی که رسمی و کاغذی هم نیست ممکنه حساب بکنی، بگی خب در حال بوده، ما حرفی رو زدیم، ما قولی رو به هم دیگه دادیم، ولی طرف مقابل شما اونجوری که شما دارید فکر میکنید نیست. و در حال حاضر علاوه بر این که خب در شما چیزی وجود داره که اونو هر از گاهی سمت شما میکشونه، طرف مقابل شما میاد سمت شما و هست به اون دلیل جاذبه‌ای که در شما وجود داره، ولی این که همیشه نیست، این که شما توی سختی ها نمیتونید روش حساب بکنی، این بسیار تلخه. و اینجا داره میگه با وجود مشکلاتی که با هم دیگه دارید و کدورت هایی که داری ازش و همچنان متعهد بهش موندی، فقط این که شما متعهد بهش باشی، فقط این که شما بگید نه من قولی رو دادم هستم، این نمیتونه کافی باشه. این مجاب نمیکنه طرف احساسی شما رو که اون هم مثل شما فکر بکنه. میگه برای مشکلاتی که داری و از اینکه توی طوفان‌های زندگیت طرف به شما پشت کرده و شما خودت فقط داری این قایق رو به یک ساحل امنی میرسونی، میگه خیلی باید در مورد این مسئله با طرف احساسیت صحبت بکنی و یک گفتگوی درونی رو باهاش داشته باشی و از واقعیت ها بگی و این که مدام بگی من به شما متعهدم و این احساس رو در طرف مقابلت به وجود بیاری. خب این هستش، باید یه جوری این مشکل رو حل بکنی، باید یک گفتگوی صادقانه‌ای با طرف مقابلت داشته باشی و این امن بودنت رو
با وجودی که داری بهش متذکر پیشی، ولی باید خطر ناامن بودنت رو هم بهش بگی که ممکنه نباشم و اگر بخوام نباشم به این شکل نیست که برم. من تمام داشته هامو که در دست شماست رو میخوام. حالا تا این داشته هات بماند تایم زمانی که از عمر و زندگیت گذشته و برای اون نمیتونی چیزی دریافت بکنی، ولی برای آن چیزی که به شکل سرمایه و به شکل مال و به شکل منال در اختیار شما بوده و مال شما بوده و متعلق به شما بوده و به طرف احساسی دادی، باید بگی که زمانی میرم که بتونی از پس اون داده هایی که من برای شما داشتم بر بیای و بتونی اون دین رو به من برگردونی. شاید اثبات کردن این دین هم یه مقدار سخت باشه اگر سندی رو در دستت نداشته باشی، ولی در هر صورت شما باید این مشکل رو خیلی اساسی حل بکنی و مشکلات این رابطه رو یک جوری یکی بخوای برداری و از طرف مقابلت بخوای اولویتت رو تو این ارتباط مشخص بکنه که کجای این ارتباطی، شما کجای این رابطه هستی، کجای این زندگی هستی. فقط زمانی که نیاز به شما داره بخواد سمت شما بیاد، یک نیاز عاطفی رو در خودش رفع بکنه یا یک نیاز جنسی رو یا یک نیاز مالی، این نمیتونه به معنای بودن طرف مقابل در کنار شما باشه. طرف مقابل شما باید منصفانه در کنار شما باشه. اگر تعهد داره، اگر متأهل نسبت به کسی، به هر حال شما رو هم باید در کنار اون تعهل بپذیره چون قول داده. اگر اهل این نیست که بخواد منصف باشه و برابری رو توی این ارتباط مشخص بکنه، بهتره که برای خودتون و برای آینده‌ای که خیلی ازش ترس داری و برای اون زندگی رو که در حال حاضر داری و قطعا مسیر آیندت هم نامشخص فکری بکنی. امیدوارم کسانی که در اینجور مرحله از رابطه احساسی هستن مسیر زندگیشون رو هموار بکنن، روشنایی رو به این تاریکی راه بدن و این روشنایی از طریق مشاوره گرفتن، از طریق یک وکیل خوب داشتن، از طریق یک مشاور خوب داشتن، یک راهنمای عادل و آگاه داشتن، از طریق مشورت‌های مختلفی که میتونن به هر طریقی داشته باشن. بهتره که فقط احساس و تعهد و دوست داشتن رو در نظر نگیرن و یک جوری خودشون رو بتونن از این مخمسه‌ای که توش گرفتار شدن نجات بدن و امیدوارم که خداوند روشن کننده راه و مسیر زندگی شما باشه. در نهایت از پس این مشکل زندگیت بر بیای و باید مسیر و راه رو برای خودت هموار بکنی و این هموار شدن راه نیازمند یک کمک هست. حالا این کمک یک کمک واقعی از طرف کسی که هیچ قضاوتی رو نداشته باشه در مورد شما، فقط بخواد این موضوع رو حل بکنه و کمک رسان ذهنی و فکری شما باشه تا بتونه از این چاله‌ای که یا چاهی که از نظر احساسی و عاطفی توش گرفتار شدی دست شما رو بگیره، بالا بکشه و راه و چاه رو به شما نشون بده. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم در هر کجای این رابطه احساسی هستی و گیر کردی و توان ادامه دادن رو نداری، توان رفتن رو هم نداری، خداوند به شما کمک بکنه و مسیر و زندگی رو برای شما روشن کنه. به خدای بزرگ میسپارمتون. حق نگهدارتون. موفق باشید.